سلام، من مریم هستم و توی این ویدیو میخوام راجع به GPU ها توضیح بدم، فرقشون با CPU چیه و چرا این روزا مهم هستن. میدونیم که مغز یک کامپیوتر CPU هست. CPU مخفف Central Processing Unit، یک ماژول سیلیکونی کوچولوئه که این روزا روی مادربرد امبد شده، یعنی روی مادربرد قرار گرفته. هر CPUی وظیفه یک کلکیولیشن رو در آن واحد به عهده داره. CPU ها یک کنترل یونیت جدا برای خودشون دارن و یه مجموعه رجیستر یا حافظه دارن که میتونن کارهای پردازشی رو انجام بدن. به خاطر اینکه میخواستن پرفورمنس کامپیوترها رو بالا ببرن، یه ماژول دیگه طراحی کردن به اسم کارت گرافیک، برای اینکه پردازش رو از روی CPU بردارن، همه چیز به عهده اون نباشه. و کارت گرافیک ها وظیفه پردازش امورات مربوط به گرافیک رو دارن که اتفاقا کلکیولیشن خیلی زیادی هم لازم داره، به خاطر اینکه پشت هر ویدیویی که شما میبینین یا بازی که شما میکنین میلیون کلکیولیشن ریاضی وجود داره که بسیار سنگینه و وظیفه اصلی به عهده کارت گرافیک یا یک ماژولی به اسم GPU هست که داخل کارت گرافیک قرار میگیره. کارت گرافیک ها تایپ‌های مختلف دارن، ورودی‌های مختلف میگیرن، ریت پردازششون با هم فرق میکنه، خب قیمتاشون هم با هم متفاوته. ماژول GPU یا Graphical Processing Unit انقدر ماژول مهمیه که دیگه خیلی وقتا به جای ماژول کارت گرافیک از GPU استفاده میشه. ولی ما میدونیم که تمام کارهای پردازشی لزوما مربوط به امورات گرافیکی نیست. بعضی از اپلیکیشن ها هستن که کارهای ریاضیات سنگین انجام میدن، یه سری محاسبات دیگه ای دارن. پس کمپانی های تولید کننده GPU اومدن تمرکز از روی کارت گرافیک به چیزای دیگه ای هم معطوف کردن. مثلا چی؟ مثلا کارهای مربوط به کریپتوکارنسی، مسائل مربوط به AI که شامل ماشین لرنینگ یا دیپ لرنینگ میشه. اینا مسائلی هستن که میان مغز انسان رو شبیه سازی میکنن برای اینکه بتونن یک موضوعی رو لرن بکنن و ازش استفاده کنن. پشتش بسیار محاسبات سنگینی انجام میشه و میلیون ها دیتا در آن واحد بعد لرن بشه. یا مسائل همون گیمینگ یا مثلا های پرفورمنس کامپیوتینگ ها هستن. خب پس الان کمپانی ها GPU های مختص به هر کدوم از اینها رو جدا جدا دارن تولید میکنن و روی هر کدوم دارن رو کار میکنن. این ماژول سیلیکونی کوچولو GPU فرقش با CPU اینه که میلیون ها کور داره، ولی این کوراش نسبت به CPU سبکتر هست، لایت ویت یا اصطلاحاً شید گفته میشه. این کورا کنترل یونیت مجزای خودشون نداره، یک کلاستری از اونها کور کنترل یونیت جدا دارن، ولی در این حال بسیار گرون هم هستن. خب مثل دنیای واقعی آدم نمیتونه همه چیز رو همزمان با هم داشته باشه. GPU ها سریعتر و گرونتر هستن، ولی تنوع اپریشنی که میتونن انجام بدن نسبت به CPU ها کمتره. در این حال CPU ها تنوع اپریشنی بالاتری دارن، ولی به سرعتشون به اندازه GPU ها نیست. کمپانی های تولید کننده GPU عمدتاً AMD، اینتل و انویدیا هستن در این لحظه که دارم باهاتون صحبت میکنم. و خب رقابت بسیار شدیده. کسایی که سهام دنبال میکنن میدونن که چقدر الان روی در واقع این کمپانی ها میشه سرمایه گذاری کرد یا نکرد و وقتی که محصول جدیدی میخوان معرفی کنن چقدر سهامشون جابجا میشه. الان شرکت‌های مثل اوپن ای آی، کسایی که دارن تو حوزه لرنینگ کار میکنن، فکر این هستن که بیان کمپانی مختص خودشون رو داشته باشن برای اینکه GPU هایی که مختص به اوناست رو تولید بکنن. و خب یه سری جنگ‌های روانی اون پشت وجود داره. تو ویدیوهای قبلی گفتم که کمپانی اوپن ای آی از مایکروسافت آژور استفاده میکنه. فلسفه‌اش چیه؟ همونطور که گفتم GPU ماژول خیلی گرونیه و هر سال خب داره آپدیت میشه، ورژن جدید میاد. پس این کمپانی که کارش اینه نمیتونه بره میلیون ها GPU رو بگیره و همیشه هم آپدیت خودشون نگه داره. یه سری کمپانی دیگه این وسط میان، مثل گوگل، مثل آمازون، که اینا میان میگن که ما بستر سخت افزاری لازم برای شما رو فراهم میکنیم، میان هزاران GPU در اختیار شما قرار میدیم با اون چیزی که نیازمندی خود شما و در قالب کلاود در اختیارتون میذاریم، یعنی سافر از شما، سخت افزار از ما. و در نتیجه اینا میتونن اپریشن های عملیاتشون رو در بستر کلاود انجام بدن. حتی بعضا اونا میتونن زیرساخت‌های سافر هم تا حدودی فراهم بکنن. و در نتیجه این دو تا کمپانی با هم تعامل میکنن و حالا هزینه‌ای پرداخت میکنن بر اساس استفاده یا بر اساس زمان متفاوت هست. کمپانی تولید کننده GPU یه سری پلتفرم هایی رو هم در اختیار کاربرای دیولپرها میذارن که بتونن با یه سری زبان‌های برنامه‌نویسی مثل C، C++، عمدتاً زبان‌های سطح پایین، براشون یک سافتورهایی رو بنویسن که بتونن با GPU تعامل بکنن. مثلا کودا برای انویدیا هست یا راکم برای AMD هست.
برای که بتونن با اون جی پی یو خاص تعامل بکنن. الان اخبار روز حول محور اینه که مثلا اوپن ای آی میخواد کمپانی بزنه برای تولید چیپست و جی پی یو، بعد همه این کمپانی‌ها توی یه سری نقاط خاص دنیا قرار دارن، آمریکا دوست داره ابرقدرت باشه و یه سری مسائل سیاسی یه سری گاسیپس های پشت پرده هست که سعی می‌کنم تو ویدیوهای بعدی راجبش توضیح بدم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و استفاده کرده باشین. اگر که سوالی دارین یا پیشنهادی دارین خیلی خوشحال میشم که با هم مطرح کنین.